خب خوش اومد به یه ویدیو دیگه از چنل مستر بیست. تو ویدیوی قبلی با امباپه هم دعوا خدایا چرا دیدم هی چی شده پس بگو ببینم. من توضیحات دختر خوشم اومده باید میخوام ببینم چیکار میتونم بکنم. ای ولی بیشه خوب کسی اومدی ببین بچه هم بهشون یاد میدم. آره ببین مرحله اول باید لباسای خیلی لش بپوش، یعنی خیلی لش، هر کس نمونه فکر کن لباسای باباته. آره مرحله دو و با گند سیگار بدی اینطوری دختر ازت خوششون میاد، نمیدونم چرا ولی خب آره. مثلا به حضورت که مرحله سوم باید مثل اسب برینی بهشون که مثلا چیزی باید توضیح بدم. مثلا بگن لباس چایدم خوشگله باید بهش بگی نه شب قاز شدی. آره اینطوره. حالا برو این کار رو که گفتم انجام. باشه من رفتم. چی شد؟ چه اینطوری شدی؟ اصلا تا در خونه خارج شدی؟ آخ ببین اون که گفتم ازش خوشم اومده فهمیدم دختره چیز شد اسمش، یعنی فکرم دختره ولی پسر بود، موهاش بلند بود. آره خاک تو سرت.